الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 16 از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکم الله است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه علاقه حکم الله، علاقه حکم به الکفر بالطاغوت را ذکر خواهیم کرد. یعنی این موضوع حکم کردن به حکم الله به موضوع الکفر بالطاغوت چی پیوستی دارد، چی علاقه دارد؟ به همه من شما معروف است که الکفر بالطاغوت یعنی کفر ورزیدن به طاغوت این اصلی توحید است که هر کسی که کفر به طاغوت ندارد اصل توحید را ندارد. هر کسی که اصل توحید را ندارد مسلمان نیست و کافر است، چرا که کفر به طاغوت رکن اولی لا اله الا الله است که لا اله الحق نفی است که نفی این کفر به طاغوت است. کفر به طاغوت چی معنی دارد؟ کفر ورزیدن یعنی رد کردن، انکار کردن، دور شدن، نابود کردن، تکفیر کردن یا که براءت کردن بعد از این الطاغوت. طاغوت چیست؟ هر یک چیزی که بجز الله پرستیده می شود، هر یک چیزی که بجز الله اطاعت کرده می شود، هر یک چیزی که از حدش تجاوز شده باشد، از حدش تجاوز کرده باشد، خواه از اطاعت خواه از من معبود او مطبوع او مطاع، خواه در اطاعتش، خواه در محبتش، خواه در پیرویش، هر یک چیزی که از حدش گذشته باشد این طاغوت است. خیلی که ابن القیم الجوزی گفتن کل ما تجاوز به العبد حده، هر اون چیزی که بنده از حدش میگذرد، از عبادت کردن، از اطاعت کردن و از پیروی کردن طاغوت میشد. یا که به عباره بهتر و افضلتر که امروز به من شما واضحتر فهمیده میشد، عباره که محمد ابن عبدالوهاب گفتند کل ما عبد من دون الله، هر یک چیزی که بجز الله عبادت کرده شد، بجز الله قبر عبادت کرده می شود، بجز الله مزار، بجز الله انسان اولیای، بجز الله یک حاکم اطاعت و عبادت کرده می شود. یعنی اطاعت هم این باب عبادت است، اطاعت این عبادت است، چلی که دعا عبادت است اطاعت هم عبادت است. اطاعت کرده می شود یا که عبادت کرده می شود این همه سبحان الله طاغوت پرستی است. و هر چیزی که بجز الله اطاعت می شود و عبادت می شود این طاغوت است و انسانایی که اطاعت میکنند و عبادت میکنند طاغوت پرستند. پس طاغوت و کفر به طاغوت معروف شد که به من و شما فرض عین است به هر یکمون که به طاغوت کفر ورزیم. حالا باشد حکم الله به کفر به طاغوت چه علاقه دارد؟ موضوع ما همین است. پس از رکن لا اله الا الله گفتیم این کفر به طاغوت است. یعنی وقتی که کفر به طاغوت نیست یا کفر به طاغوت به وجود نآید، لا اله الا الله هم به وجود نمی آید. لا اله الا الله به صاحبش فایده نمیدهد و صاحبش مسلمان نیست، کافر است و عاقبتش البته نار است. معنای لا اله الا الله الکفر به طاغوت در مسئله حکم چیست؟ این است که هر کسی که موحد است کفر به طاغوت ورزد. چگونه؟ علما میگویند خیلی شیخ علی بن خدیر الخدیر، شیخ سلیمان العلوان
شیخ خالد المرد الغامدی و غیر میگن که الكفر بكل حكم مخالف لحكم الله من القوانين الوضعية وغيرها والبراءة منها ورفض التحاكم إليها وتكفير أهلها ومعاداتهم. کفر بالطاغوت در مسئله حکم این است که کفر ورزیدن به همه حکم هایی که مخالف بر حکم الله سبحانه و تعالی است، به مانند قانون های وضعی گذاشته شده، به مانند امروزه قانون هایی که مردم گذاشتند، بگویم قانون کمونیستی، قانون دموکراتی، قانون های علمانی، کنستیتوسیه، تمام کنستیتوسیه که مردم ساخته است و غیر از این دیگر قانون های محلی، قومی و غیره، یا پیرکی های قانون های پیرانسالی، تمام قانونی که مردم ساخته است، انمین قانون های وضعی که مخالف به حکم الله سبحانه و تعالی است. کفر ورزیدن یعنی انکار کردن، رد کردن، اطاعت نکردن به نزد این قانون ها، مراجعت برای حل و فصل کردن مسائل اختلافی نکردن، براءت کردن از تمام این نمودی حکم هایی که مخالف حکم الله هست و سرکشیدن از تحاکم باری دیگر تکرار میکنیم، یعنی پیشنهاد و مراجعت کردن به سودهایی که مخالفی سود الله، مخالف حکم الله است، مراجعت کردن به سودهای امروزه دموکراتی و کفری و غیر، از همون سرکشی کردن یعنی مراجعت نکردن و تکفیر کردن اهل این حکم ها، یعنی کسایی که حاکم هستند به همین حکمی مخالف به حکم الله حکم میکنن، تکفیر کردن اینها، یعنی اینها کافر است گفتن، مرتد است گفتن و بعد از این دشمنی و عداوت نسبت اونها کردن. انمین از کفر به طاغوت. یعنی ما وقتی که کفر به طاغوت میگیم، کفر به طاغوت، طاغوت یک چیز نیست، طاغوت چیزهای بسیار است. شیطان طاغوت است. برای من علما میگن از شیخ ابن القیم الجوزی و محمد ابن عبدالوهاب روایت شده است، اومده است البته که در کتابهاشون می نویسند، میگن که الطواغیت کثیره، طاغوت ها بنیاد زیادند و هر یک عصر و زمانه به خودش یک طاغوت نوی را دارد. برای آنکه اسلوب کفار و مشرکین هم نو شده میشد برای گمراه کردن من شما، برای نابود کردن من شما موحدین، اسلوب های اونها هم نو میشد و طاغوت ها هم نو میشد. اسلوب که نو شد، طاغوت های نو به وجود میاد. اما اساس طاغوت ها این شیطان است، حاکم به غیر ما انزل الله است، قانون برارها است، دعوا کننده علم غیب است و غیره، که حتی در یک جا محمد ابن عبدالوهاب 5 تا گفتن، در جای دیگر 7 تا، در جای دیگر 10 تا، چلی که در دور رسانیه فی الاجوبه النجدیه ذکر شده است که ما در مسئله سلسله حلقه الکفر بالطاغوت این مسائل را واضح کردیم. اما یکی از طاغوت ها که امروز ما در صددش هستیم، در روی همین مسئله هستیم، این حکم غیر الله است. تمام حکم هایی که در روی این دنیا مخالف حکم الله است، غیر حکم الله است، از غیر قرآن و سنت گرفته شده است، به فکری بعضی از انسان ها ساخته شده است، قانون ها، کنستیتوسیون که کافر یا مسلمان ها کسی نساخته باشد، این قانون ها همه اش طاغوت است. ما باید کفر ورزیم، ما باید انکار کنیم، ما باید اطاعت نکنیم، ما باید راضی نباشیم، ما باید سرکشی کنیم، ما باید به این نمودی طاغوت ها بگیم، قانون ها، اختلاف خود را برای حل و فصل کردن مراجعت نکنیم، به این محکمه ها سبحان الله مراجعت نکنیم. انا این است طاغوت عصر حاضر. بزرگترین طاغوتی که در این عصر وجود دارد این طاغوت حکم است. طاغوتی که یعنی حکم کردن به حکم غیر الله، حکم کردن مطلق، دولتداری، سیستم دولت و غیره، حکم مطلق و این چنین حکم های جزئی که در سودها در هر محله ها و ناحیه و ولایت ها وجود دارد، سودخانه ها، سودیه ها، همه اینها طاغوت است. و این بناهایی که هست، بناهای حکم، بناهای سود و بناهای پارلمان قانونبر، این همه بناها بناهای طاغوتی است که باید این بناها نابود کرده شود، یعنی عوض کرده شود به دیگر چیز.
و به نزد این بناها نباید مسلمان ها نزدیکی کند. البته کفر به طاغوت چخیلی که بیان کردیم این امر الله است. یعنی کفر ورزیدن به طاغوت این امر الله و این از اصل توحید و این فرض به هر یک من شما است. و خصوصا طاغوتی که امروز وجود دارد، طاغوت حاکم، طاغوت معبود و طاغوت مطاع. سه طاغوتی که امروز وجود دارد. طاغوت حاکم، حاکمایی که بغیر ما انزل الله حکم میکنند. طاغوت کسایی که همونو میپرستند، طاغوت پرستند و اطاعت میکنند. طاغوت اطاعت. امروز میبینید که یک پادشاه یا پرزیدنت خودش مسلمان میگید اما مطلق 100% به حکم غیر الله حکم میکند. پس همون پادشاه هم طاغوت شد. حکمش طاغوت است، لیکن به سبب حکم کردن به حکم غیر الله اینم طاغوت شد. این نه فقط یک طاغوت عادی بلکه یکی از پنجگانه سردارا کلانترین طاغوت حاکم به غیر ما انزل الله است. ما باید کفر ورزیم، ما باید ولی الامر نگوییم، ما اطاعتش واجب نگوییم، ما به وی اطاعت نکنیم، ورقای وی نوشته رو نخونیم، بلکه به مردم فهمونیم که لعنت الله علیه این کافر مرتد است. والله هر کسی که به این چنین حاکمی که به حکم بغیر ما انزل الله حکم میکند اطاعت 100% میکند، همون طرفداری میکند، در لشکری همون است، در قسم نظامی دفاعی همون است، مفتی میشود به بخواست همون فتوا میتید، مرتد و کافر است. به خاطر این که به طاغوت کفر نورزید اصل توحیدش نابود شد. سبحان الله. دلیل از قرآن عظیم شان بر این که حکم کردن به غیر حکم الله و رسول این از طاغوت است که به من شما واجب است که به این حکم غیر الله کفر ورزیم و همون کسانی که به حکم غیر الله حکم میکنن همون تکفیر کنیم، به من شما واجب است. دلیل به این قرآن است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 60 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ويريد الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. میخواهند که تحاکم یعنی مراجعت به همون حاکم های کنند که به حکم غیر الله و رسولش حکم میکند، در حالتی که الله امر کرده بود که ای مسلمان ها به حکم غیر الله یعنی به حکم طاغوت کفر ورزید. این آیت دلیل می شود به این که حکم غیر الله طاغوت است. از کجاست؟ از اینجا که الله در گفت وقد امروا ان یکفروا به، پیش از این الی الطاغوت، یعنی یک ایده از مردم بوده اند که خودشان را مسلمان می نامند، همه اسلام قبول میکنند و بعد از این میخواهند که مسائل اختلافی خود و مسائلی که یعنی مشکلی هست برای حل فصلش مراجعت کنند، به تحاکم کنند، یعنی مراجعت کنند به محکمه های غیر شرعی، به محکمه های کفری، به محکمه هایی که به غیر حکم الله رسولش حکم میکنند. میخواهند که در همون جا اختلافای خود را حل و فصل کنند. الله در اینجا چی گفت؟ طاغوت گفت، یعنی تمام حکم غیر الله و رسول، حکم غیر خودش رو طاغوت گفت. پس ما هم میگیم گفتی الله را به شما میرسونیم که هر حکمی که مخالف حکم الله و رسول است طاغوت است. در حال وقتی که طاغوت شد ما باید چیکار کنیم؟ باید کفر ورزیم که الله میگه وقد امروا ان یکفروا به. الله امر کرد که ما به حکم طاغوت کفر ورزیم، یعنی احترام و اطاعت و مراجعت به این محکمه ها هیچگاه نکنیم. و البته اینو دلالت میکنه که حکم هایی که بغیر ما انزل الله هست این طاغوت است. به من شما واجب است که کفر ورزیم و به من شما واجب است که همون حکمش تکفیر کنیم. پس هر کسی که به طاغوت کفر نورزد، لا اله الا الله در قلبش تحقیق نیافته است. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره 256 میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هر کسی که اول کفر به طاغوت ورزد، فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کفر به طاغوت ورزد و یؤمن بالله و بعد از این ایمان به الله بیارد، فقد استمسك بالعروة الوثقى، به تحقیق بر ریسمان آهنین چنگ زده است. بر ریسمان آهنین یعنی بلا اله الا الله چنگ زده است. یعنی هر کسی که اول کفر به طاغوت کند، طاغوت ها را انکار کند، کفر ورزد، تکفیرشون کند و بعد از این الله به ایمان بیارد و اثبات الله کند، یعنی لا اله الا الله همین است. در حقیقت توحید به قلبش جوشته است. پس انسان از اهل لا اله الا الله نمی شود، انسان از اهل لا اله الا الله نمی شود تا همان زمانی که کفر به طاغوت ورزد و از معنیهای طاغوت، یکی از نمودهای طاغوت، یکی از قسمهای طاغوت، یکی از معنیهای طاغوت این حکم کردن به غیر ما انزل الله است. یعنی حکم کردن به غیر حکم الله و رسول، حکم کردن به دیگر حکم ها، به قانونهای انسان ها برآورده. و یکی از طاغوت ها این چخیلی که گفتیم حاکم است، حاکمی که حدود الله تغییر میدهد، حاکمی که به غیر حکم الله و رسول حکم میکند. و یکی از طاغوت این قانون برارها هست. امروزه دپوتات هایی که در مجلس عالی، مجلس ملی، در پارلمان ها، در پارلمنت ها میشنند، همه اینها طاغوت است که ما باید کفر ورزیم، همیش کفر مرتد است. به من شما واجب است که ما اونها را تکفیر کنیم. هر کسی که دیده و دانسته اونها را کفر نگوید، سبحان الله، داند که بلا اله الا الله چنگ نزده است. به سوره بقره آیت 256 عمل نکرده است. دیدی که یک حکم به غیر حکم الله حکم کرد، فهمیدی که حکم کردن به حکم غیر الله کفر است، تکفیرش نکردی، باز مهربانی کردی. وقتی که تکفیر نکردی یعنی مسلمان دانستی. چی رسد به مدخلی ها، امروزه مدخلی های گمراه گشته، این طاغوت ها را می آیند و میگن که اینها مسلمان است، به بالای مسلمان بودنش میگن که اینها ولی امر است. والله گمراه شدی ای مدخلی، والله بهتان میگوی ای مدخلی، والله این راهت راهی گمراهان و راهی طاغوت پرستان است. این مخالف منهج تمام علمای اهل سنت، مخالف منهج اهل سنت، مخالف اجماع امت، مخالف اجماع صحابه و مخالف قرآن و سنت است. والله بالله الله به قرآن آشکار و صحیح. این حلقه های گذشته و آینده رو گوش کنید میفهمید. مدخلی ها امروز در انمین روز حاضر در لیبیا در زیر یک گفت خودشان ولی الامری که مرتد است، بوی اسلام ندارد، به نماز یک لعین ملعون است، مرتد اشدی است، اصلا شاید مسلمان نشده باشد. حفتر به زیر حفتر بعد از رفتن قذافی، بعد از اینکه قذافی ملعون کشتند، بعد از این حفتر یکی از جنرال هاش آمد در زیر سبحان الله لشکری این داخل شدند. امروز مدخلی ها در زیر یک طاغوت لشکر می شوند و مسلمان کشی میکنند، مسلمان های میکشند به خاطر یک طاغوتی که حکم دموکراتی رو تطبیق میکرد. بله البته اینها یک سبحان الله گمراهانند. پس بدانید هر کسی که بگوید که من ایمان به الله میارم، به حکم شریعت الله حکم میکنم، اما من به حکم غیر الله کفر نمیورزم، یعنی ترک کرده حکم غیر الله بد گفته، ترک کرده، انکار کرده نمیتوانم، من به حکم الله حکم میکنم، من ایمان به الله میارم اما حکم غیر الله بد انکار یا رد کرده نمیتوانم یا نمیکنم، بگوید دانید که یا که بگوید که من حکم هایی که حکم به غیر حکم الله میکنم اونها را کفر نمیگم، من ایمان به الله دارم، من به حکم الله حکم میکنم اما من قانون های غیر الله را انکار نمیکنم، یا که حاکم هایی که به حکم های غیر الله حکم میکنن اونها را تکفیر نمیکنم، اما یا که بگوید که قانون برارها را هم نیز کسایی که در پارلمان میشنند و قانون میبرند اونها را هم تکفیر نمیکنم. من تبرع یا که براءت کرده نمیتوانم از حاکم ها، از این قانون برارها، از این مشرک ها. براءت را اعلان کرده نمیتوانم از این محکمه های غیر شرعی. اگر این چنین باشد
این انسان به طاغوت کفر نورزیده است، الله یگانه نشناخته است، موحد نشده است و مشکلیش در حکم الله است. این به مانند یک کسی است که میگه که من الله دعا میکنم، الله عبادت میکنم، من الله به ایمان دارم، اما هر کسی که غیر الله عبادت میکند، به غیر الله سجده میکند، به غیر الله ذبح میکند، اونا انکار کرده و اونا تکفیر کرده نمیتونه. این البته مسلمان نیست. یعنی هر کسی بگوید که من ایمان به الله دارم، من یگانه الله عبادت میکنم و دعا میکنم، اما هر کسی که غیر الله عبادت میکند، به غیر الله سجده میکند، به غیر الله ذبح میکند، من اونا کافر گفته نمیتونم، من اونا براءت از اون کرده نمیتونم. این کافر است، مرتد است، دیده و دانسته مشرک نگفتن کافر است. و این چنین هر کسی که بگوید که من مؤمنم به الله، به حکم الله حکم میکنم، اما به قانونهای غیر الله، به حکمهای غیر الله کفر ورزیده نمیتونم، براءت کرده نمیتونم، حکمهای تکفیر کرده نمیتونم، از این محکمه ها، این قانون برارها براءت کرده، اینها تکفیر کرده نمیتونم، این هم کفر است. انا مسئله کجا است؟ انا توحید چی است؟ بارک الله فیکم. از همین جهت ما میگیم که این کسانی که امروز میگن که ما اسلام دموکراتی میخواهیم یا دموکرات اسلامی میخواهیم، هر کسی که همین سخن میگه این مرتد و کفر است. اسلام و دموکراتی این دو چیز است که به هم دیگر جمع نمیشود. اسلام این توحید است، دموکرات این شرک است، که هر دو اینا جمع کردن و گفتن که توحید شرک میخواهیم، شرک توحیدی میخواهیم. این به مانند همین اسلام دموکرات میخواهیم، دموکراتی است که اسلام گفتن، به مانند توحید و شرک و توحید میخواهیم گفتن است. هر دو این چیز در یک جا جمع شدنش به مانند جمع شدن شب و روز در یک جا است، به مانند جمع شدن سفید و سیاه در یک جا است که این ناممکن است و این ویران کردن، تغییر دادن دین است. و اگر ما طالب علمان پیش این راه نگیریم، پس کی میگیرد؟ ما حق نگویم به شما کی میگد؟ البته تو علمای طاغوت پرست، علمایی که منفعت شخصی خود میگد، علمایی که شهرت پیدا کردن میخواد، علمایی که کیف و صفا و عیش و عشرت میخواد، این سخنها را نمیگوید برادران و خواهران عزیز. این سخن علمای حق میگویند. این سخن پیروان ابراهیم علیه السلام و پیروان محمد صلی الله علیه وسلم و پیروان صحابه میگویند. این سخن پیروان تابعین و پیروان چهار مذهب و پیروان علمای اهل سنت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمهم الله میگوید. این سخن موحدین میگوید. پس در قلب یک مؤمن موحد با ایمان که به حکم الله سبحانه و تعالی حکم میکند یا حکم الله سبحانه و تعالی میخواهد، در قلب این انسان هم حکم الله و هم حکم غیر الله، هم شرک هم کفر در یک جا جمع نمی شود. ناممکن است که یک انسان موحد باشد اما بگوید که من به حکمهای قانونهای وضعی، به حکمهای غیر الله کار ندارم. این مسئله عادی است، من به این کفر نمیورزم، من صاحبش را تکفیر نمی کنم. این ناممکن است. قلبی که مؤمن است، انسانی که مؤمن است، این سخن گفتنش ناممکن است. انسانی که مؤمن است از این چیزها براءت اعلام میکند. بله امروز البته چندین برادرها شاهدند، در یک مجلس نشسته بودم، یکی از طالب علم ها بود، طالب علم متخرج جامعه مدینه منوره، در مسئله کفر به طاغوت سخن میکرد. میگه این کفر به طاغوت یک مسئله عادی است، مسئله کوچک است، ما از این کفر به طاغوت میگه ما دلگیر شدیم والعیاذ بالله. من به این انسان سوال دادم که کفر به طاغوت در کدام زینه دین میایستد؟ یعنی مکان کفر به طاغوت در کجا است؟ وقتی که دین رو تو تصور میکنی یک دایره، یک طبقه، کفر به طاغوت در کدام طبقه، در کدام زینه، در کدام دایره، در کدام درجه میایستد؟ در نزد اهل سنت و جماعت کفر به طاغوت این اصل توحید است، این اساس است. اگر ماشین باشد، موتور ماشین از همه چیز مهمترین موتور این کفر به طاغوت است. ماشین زیبا باشد، موتور داشته باشد، اما در درون موتور یعنی این سیلندرها را نداشته باشد، کفر به طاغوت نداشته باشد، این زیبایی ماشین فایده نمیتد. این چنین اگر ظاهر شما، عبادت شما، اسلام شما بهترین باشد، طالب علم، عالمی، دعوتگری چیزی نباشی، کفر به طاغوت نداری، هیچ چیزی نیستی، حتی مسلمان نیستی. برای من در نزد ما کفر به طاغوت بزرگترین مسئله است. پس برادرها اهمیت بدید.
الله سبحانه و تعالی امر کرد که به حکمهای طاغوت، به حکمهای جاهلی، به حکمهای مردمی باید کفر ورزیم. و قد امروا ان یکفروا به. الله میگه که به تحقیق ما امر کردیم که شما کفر ورزید. ما امر کردیم که کفر ورزید. بارک الله فیکم. پس به هر یک من شما واجب است که کفر به حکم طاغوت ورزیم و همین مقتضای شهادت توحید است، مقتضای لا اله الا الله است. اصلی بگویم کفر به طاغوت اصل توحید که است، این علاقمندی به اصل توحید دارد و اسلام انسان به این صحیح نمی شود. و هر کسی که دیده و دانسته فهمیده بعد از حجت قائم شدن اگر به حکم طاغوت کفر نورزد، این انسان تکفیر کرده می شود. به یک انسان ابلاغ الحجه شد، سبب در اینجا البته شروط التکفیر، موانع التکفیر و همه این مسائل ها دیده شد. وقتی که شروط التکفیر به وجود آمد و موانع التکفیر نابود شد، انتفاع موانع التکفیر شد، حجت رسید که به حکم طاغوت باید کفر ورزه شد اما نکرد، در این حالت این آدم تکفیر کرده میشد، این آدم کافر است. و هر کسی که به حکم طاغوت حاضر می شود، به محکمه طاغوت حاضر می شود، اینم کفر است. شیخ عبداللطیف ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله ذکر میکنند، چلی که در مجموعة الرسائل مجله سوم صفحه 57 ذکر شده است. ذکر میکنند گناهایی که آدم کافر میکند، همون گناهی که انسان رو کافر میکند همون رو ذکر میکنند و میگویند و یلحق بالقسم الاول حضور المجالس المشتملة على رد احکام الله و احکام رسوله والحكم بقانون الافرنج والنصارى. یعنی گناهایی که انسان کافر میکند، این نشستن در همون مجلس هایی که در همون مجلس مشتمل است، یعنی مجلس هایی که در این مجلس رد احکام الله می شود، انکار احکام رسول الله می شود، یا حکم کردن به قانون های افرنج، یعنی قانون هایی که فرانسه برآورده یا قانون هایی که نصرانی ها برآورده، یعنی یهود و نصارا افرنج و کسی نبرآورده باشد، به همین قیاس میشد. تمام قانون هایی که به غیر الله کسی برآورد، همین قانون کسی حکم میکرد، این کافر است گفتند. هر کسی که در همون مجلس ها میشیند، در پارلمانت ها قانون به انتخاب میکند مخالف قانون الله، البته اینم کفر است. در مجلس ها کفری شدن هم کفر میشد وقتی که همچیز اختیار میکند. پس برادر عزیز، حکم به غیر ما انزل الله این یک مسئله عادی نیست، این علاقمندی شدید به کفر به طاغوت دارد. بارک الله فیکم. پس من امیدوارم که این مسئله به شما بیان گشت و در حلقه آینده باز علاقمندی حکم به طاغوت، علاقمندی حکم بعد از کفر به طاغوت به دیگر مسائل رو هم ذکر میکنیم که حکم الله و رسولش به همه این مسئله ها علاقمندی دارد. و وقتی که یک انسان میاد حکم به طاغوت یک مسئله عادی هست میگه و این کار میکند، البته بهتان میگه، دروغ میگه، کذاب است، برای اینکه حقیقت در دیگر طرف است. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.